حسین جلالی نماینده سوپر کسخل مجلس با اشاره واقعا کسخله ها، یعنی دیگه اصلا شما قیافش هم نگاه کنه قشنگ تابلو از این کسخلای بای دیفالت، یعنی اصلا کسخل متولد شده. با اشاره به لایه کسچر حجاب و عفاف، دختران زیر 18 سال اگر تخلف حجاب کنن پاسپورت و حساب بانکی و اینترنت و تلفن همراه و اسباب بازی و فلان و بسارشون ازشون میگیریم و از همه حقوقشون به عنوان یه انسان محرومشون میکنیم. این گورو خورده، حالا اینکه چجوری میخوان اجرا کنن و فلان اینا کار ندارن. نماینده سبزوار هم گفته در دانشگاه آزاد نقص حجاب به طور جدی کلید خورده است. انگار مثلا پروژه سینمایی که کلید خورده. خصوصی شعر میگن دیگه. دبیر ستاد امر معروف گفته مجسمه‌های تخت جمشید هم پوشش کامل داشتن. 100,000 بار 100,000 نفر 100 تا تاریخدان گفتن که این پوششی که شما تو تخت جمشید گوهشو میخورین زن نیستن، مردن اصلا، که حالا حجاب دارن حجاب ندارن اون لباس رسمیشون، هیچ ربطی به حجاب نداره. گوه اضافی میخورن دیگه. کس شعر هم میگه. فرید مدرسی معروف به چاقال کلاب هاوس هم بعد از عمومی شدن عکس لختش طی یه توییت به زعم خودش ساختار شکنانه اومده گفته منو بکنین، منو قضاوت بکنین و ملاحظه و تعارف اینا هم نکنین. او اشاره نکرده که چی رو باید قضاوت بکنیم. اون گفته میخواهم با همفکری شما عکس لخت خودم با حوله نارنجی رو تبدیل کنم به یک فرصت دیپلماتیک و با سپهر سیاسی ایران ببندم. کسشه. معاون اول رئیسی گفته به مسی پول دادن تا علیه من و جمهوری اسلامی توییت بزند. یکی به این کسمشه میگه اصلا مسی توییتر نداره که بخواد توییت بزنه. ورود گجت‌های غربالگری به دستور وزارت بهداشت ممنوع شد، ولی مقامات و فرزندانشون از این ممنوعیت مستثنا هستند و میتونن با ارز و ویزای دولتی به کشورهای اروپایی سفر کنند و از سلامتی تخم سگشون مطمئن بشن. حیف سگ که اسم اینا رو روش بذاری. قائمی عضو جاکش شورای شهر تهران درباره دخالت‌های داماد زاکانی تو شهرداری حرف زده و گفته که تو شهرداری تهران بدون اجازه داماد زاکانی نمیشه گوزید. یعنی اگه کسی میخواد بگوزه بعد یه برگه تقاضای رسمی برداره ببره تحویل داماد زاکانی بده، اون که تایید کرد یه گوشه خلوت پیدا کنه تو شهرداری بگوزه. زاکانی که اول اومد سر کار دامادش رو به عنوان دستیار ویژه انتخاب کرد، بعد که اعتراض کردن اینو برداشتش گذاشت تو نمیدونم بانک شهر یه پست چیز تشریفاتی که ظاهرا ربطی به شهرداری نداره. ببین پشت پرده خیلی اتفاقات گسترده تا شهرداری که اصلا از ریشه فاسده، یعنی یه درخت فاسده با ریشه فاسد با میوه های فاسد. ولی موضوع اینه که حتی اتفاقاتی که به واسطه زاکانی تو شهرداری افتاده دیگه صدای خود طرفدارای زاکانی هم در آورده. یعنی مثلا میگه داماد زاکانی پدرش رو برداشته آورده تو سازمان فرهنگی هنری شهرداری، یه طبقه کامل رو داده به اونم از خودش یه قلمرو درست کرده و پادشاهی میکنه. عباس علیابادی وزیر کسخل سمت گفته که باید به سمت برقی کردن همه خودروها حرکت کنیم. تپه نریده نذاشتن، تابستونا برق ندارن، زمستونا گوز ندارن، میخوان همه خودروها هم برقی کنن. اصلا شما برقش از کجا میخوایم بیارین؟ گیریم که شما تونستین همه خودروها هم برقی کنین. پراید برقی شما یه دونه 206 تولید میکنین بدون سپر تحویل مشتری میدین، میگین برو سپرش از بازار آزاد بخر. حالا میخواین خودروی برقی تحویل ملت بدین؟ همینجوری خودروی غیر برقی مکانیکیش کار نمیکنه. از تو نمایندگی در اومده از توی چراغ بالا سر راننده با اولین بارون آب میچکه. خودروی برقی کس شعر. مشکل برق ایران هم اینقدر شدت پیدا کرده اینا خایمالی روسیه رو کردن برای اینکه بهشون برق بده. روسیه که خودش نداده هیچ، به کشورهای دیگه هم گفته هر کسی به ایران برق بده دهنشون میگم. الان روسیه هم سر همین مذاکراتی که جمهوری اسلامی داره با آمریکا میکنه یه ذره با جمهوری اسلامی دنده لج افتاده. سعید روستایی به خاطر ساختن فیلم برادران لیلا به 6 ماه حبس محکوم شد. 6 ماه حبس خب اتفاق عجیبی نیست. خیلی از سینماگرا کارگردانا به حبس محکوم شدن. ولی یه اتفاق دیگه ای که افتاده 5 سال حکم تعزیری داده. ظاهرا تو این 5 سال حق ارتباط داشتن با اهالی سینما رو نده. یعنی شما حکم کسشعر رو نگاه کن، میگه که مثلا شما اگه تو خیابونم مثلا یکی از همکارات دیدی اجازه نداری باش سلام علیک کنی یا بهش تلفن بزنی، یا اگه بهت سلام گفت از یه راه دیگه تو خیابون دیدیش مسیر عوض کنی از یه مسیر دیگه ای بری. توی حکم سعید روستایی یک کس شعر دیگه ای که هست 24 ساعت یا نمیدونم چند ساعت بعد توی آموزشگاه سینمایی نمیدونم چه کس شعری توی قم بره تحصیل کنه. یارو
چندین جایزه بین‌المللی داره، کن رفته اومده، حالا بعد بره از آخوندا راه و رسم فیلمسازی رو یاد بگیره. سیاست جمهوری اسلامی از روز اولی که سر کار اومده تا حالا همین بوده که هر چیزی رو که میخواد گرون کنه اونقدر نایابش میکنه که مردم واسش التماس کنن. احتمالاً میخواد یا قیمت بنزین رو بالا ببره یا بنزین رو دونرخی کنه. یعنی برای کسایی که توانایی پرداخت قیمت بنزین به نمیدونم فلان کس شعر خلیج فارس رو دارن یک بنزین آزاد بذاره، برای کسایی که توانایی پرداخت این پولو ندارن بگه آقا بریم مثلا 5 ساعت 10 ساعت تو صف وایسیم بنزین به قیمت دولتی بزنیم. برنامه اینه. یعنی الان ارز رو اینقدر کاهش داده که اینطوری صفای طولانی درست شده. خیلی هم مسئله پیچیده ای نیست، کافیه به رویکرد ثابت جمهوری اسلامی تو تمام این 40 خورده ای سال گذشته نگاه کنیم.